ایرانیان سیویک آیسی مفتخر است به اطلاع شما برساند که امسال نوروز ایرانی با برپایی سفره 7 سین آثار هنری ایرانی و اعلامیه شناختن نوروزی که توسط شوراهای شهرها صادر شده است در شهرهای نورت ونکوور، ناحیه نورت ونکوور، برنابی، کوکویتلند و پورت مودی برگزار می‌گردد. آثار هنری و سفره 7 سین برنامه با همکاری و طراحی آماریلیس فکر می‌کنم طراحی سفره 7 سین تهیه شده است و از تاریخ 18 تا 25 مارس در ورودی شهرهای زیر به نمایش عمومی گذاشته خواهد شد. City of North Vancouver, District of North Vancouver, City of Coquitlam, City of Burnaby, City of Port Moody در محل شهرداری ها.